انقدر ویدیو درباره این که اگه دیسک کمر دارید خم نشید، اگه کمر درد دارید بدترین حرکت براتون اینه که کمرتون رو خم کنید، یا انقدر افرادی که وقتی کمر درد داشتن گفتن ما خیلی وقت ماه هاست که کمرمون رو به جلو از ترسمون خم نکردیم. دیدم و شنیدم که امروز میخوام این مسئله خم شدن رو مطرح کنم، بازش کنم و اصلا بگم آیا این برای کمر ضرر داره یا نداره، بالاخره خم بشید یا نشید. خم شدن به چه معناست؟ خم شدن یعنی ما ایستادیم به جلو خم میشیم، یه چیزی از روی زمین برداریم، به پشت میخوابیم، گودی کمرمون رو پر میکنیم به چسبه به زمین، ایستادیم لگنمون رو به عقب میچرخونیم تا گودی کمرمون پر شه. همه اینا فلکشن یا خم شدن کمره. بالاخره این ضرر داره واسه کمر یا نداره؟ ما خیلی دیدیم، خیلی ممکنه تو زندگیتون شنیده باشید که مثلا به یه نفر میگن خم نشو کمر درد میشی، خم نشو مراقب کمرت باش، یا دکتر مراجعه میکنید میگه حواست باشه اصلا نباید خم شی. این قضیه رو امروز میخوایم کامل همه جانبه بهش بپردازیم. ببینید وقتی درباره خم شدن و چرخش لگن و پر شدن گودی کمر صحبت میکنیم، دو تا موضوع خیلی مهمه. یکی فلکشن موومنت یعنی حرکت خم شدن، یکی فلکشن مومنت یعنی نیرو یا گشتاوری که به کمر وارد میشه هنگام خم شدن، که این ممکنه به حرکت خم شدن ربطی نداشته باشه. مثال میزنم، مثلا شما حالت لم دادن نشستید، گودی کمرتون پر شده، کمرتون تو فلکشنه و تحرکی ندارید. خب اونجا شما دیگه موومنت فلکشن ندارید که حرکت خم شدن انجام نمیدید، ولی کمرتون تو حالت خم شدنه و به عضلات، مهرا و بافت‌های کمر نیرو یا گشتاوری در راستای اون فلکشن یا خم شدن داره وارد میشه. این دو موضوع رو باید بتونیم از هم تفکیک کنیم. حالا دربارش میخوام صحبت کنم. ببینید به طور کلی حرکت خم شدن بله یک کششی توی بافت‌های پشت مهره‌ها، رباط‌های پشت مهره‌ها و حتی کلاژن دیسک‌ها، اون لایه‌های دیسک ایجاد میکنه. اما تا زمانی که بار زیادی روی مهره‌ها نباشه این حرکت خطرناک نیست و آسیبی به ما وارد نمیکنه. اصلا مهره‌های ما وقتی ببینید جوری طراحی شدن که مفصل روی هم بتونه خم شه به جلو، یعنی دوست داره خم شدن رو ببینه. اما بحث اون باره. زمانی که بار زیادی به مهره‌های کمر تو حالت خم شدن وارد میشه، خم شدن که یک کششی ایجاد کرده، حالا که بار وارد میشه لایه‌های دیسک ما آسیب میبینن، تحملشون کم میشه، ضعیفتر میشن و حالا اون مایه هسته دیسک توانایی اینو پیدا میکنه که بتونه از اون لایه‌ها عبور کنه و بیرون بزنه. حالا این بار چجوری اضافه میشه به مهره‌های کمر که حالا بحث خطر پیش میاد؟ یکیش که معلومه جسم سنگین، وزنه سنگین میشه بار اضافه روی مهره‌های کمر. یکیش طولانی مدت موندن تو حرکت خم شدنه. تو موقعیت خم شدن طولانی بمونی، رفته رفته بار تجمعی روی اون بافت و عضلات به وجود میاد و اون بافت ضعیف میشه. یکیش تکرار بیش از حد یک حرکت، مثلا چه میدونم دراز نشست زیاد پشت هم رفتن واسه بدنی که آمادگیشو نداره که در ادامه توضیح میدم منظورم چیه، یا مثل یک حرکت یوگایی که به طور مدام توی حالت فلکشن برای دقایق خیلی زیادی بمونید و این تمرین رو هی در روز تکرار کنید. ایناست که بار رو اضافه میکنه و حالا دیسک ما مستعد میشه که بیرون بزنه. در حرکت بیباری فشاری رو مهره‌های کمر نیست و فلکشن مشکلی نداره و ما خیلی تمرینات فلکشنی واسه افرادی که کمر درد دارن میدیم خیلی وقتا، مثل حرکت کت کمر، حرکتیه که فلکشن کمر توش ایجاد میشه، اما چون باری رو مهره‌های کمر نیست اتفاقا حرکت بسیار مناسبی واسه خیلی از کمردردها هم هست. برعکس وقتی که بار روی کمر هست و حرکت فلکشن انجام میدیم، مطالعاتی انجام شده که نشون میده وقتی طولانی مدت تو حالت فول فلکشن یعنی خم شدن کامل مهره‌های کمر میمونید، پروتئین های مربوط به ایجاد التهاب در رباط‌های پشت مهره‌های کمر اونجا تجمع پیدا میکنن، اونجا ایجاد التهاب میکنن و اون التهاب ایجاد درد میکنه و مشخصا این قضیه ثابت شده است. ولی حالا اگه بخوایم بدونیم که ارتباط این خم شدن با بیرون زدگی دیسک چیه، فاکتورهای دیگه ای رو باید بررسی کنیم حتما.
فقط خم شدن و حرکت خم شدن نیست. مثلا افرادی که مهره‌های قطورتری دارن، یعنی استخوان‌بندی درشتی دارن، ثابت شده که خم شدن بار زیادی روی دیسک هاشون ایجاد میکنه و احتمال بیرون زدگی دیسکشون تو فلکشن های زیاد بیشتر از افرادی که مهره‌های لاغری دارن. برای همین مثلا کسی ممکنه 1000 تا رکورد درازنشست داشته باشه بدون اینکه کمردرد بشه، اما اگه نگاه کنید این اگر کمردرد نمیشه مهره‌هاش و کلا استخوان‌بندی درشتی نداره. کسی که مهره درشتی داره مثل یک بازیکن مثلا درشت مثلا ورزشایی مثل بیسبال و فوتبال آمریکایی و اینا، این شخص نمیتونه خیلی تو فلکشن کمرش رو نگه داره و به مهرهای کمرش فشار میاد. یا مثلا شکل دیسک ها، کسایی که شکل دیسکشون حالت لوبیایی هست، این شکل دیسک بیرون زدنش احتمالش بیشتره زمانی که فلکشن انجام بشه واسه اون مهره کمر، تا کسایی که شکل دیسکشون حالت بیزی داره، حالتی داره که حالت لوبیایی نیست. تمرینات مکنزی رو برای کمردرد شنیدین. مقالات نشون میده کسایی که شکل دیسکشون حالت لوبیاییه تمرینات مکنزی روشون بهتر جواب میده. یه فاکتور دیگه زمان انجام حرکت فلکشنه. ما صبح که بیدار میشیم دیسکمون پر آبتره، جاذبه زمین رو مهره‌ها نبوده، دیسک آب جمع کرده و درشتره. اون زمان حساستره و استرس و فشار بیشتری روش میتونه ایجاد بشه. برای همین اول صبح معمولا حرکات تکراری فلکشن ممکنه ایجاد بیرون زدگی دیسک رو تشدید کنه. مقاله‌ای سال 1998 نشون داده کسایی که از خم شدن در ساعات اولیه صبح اجتناب کردن در طول روز، در طول مدت کارشون کمردردهای کمتری رو تجربه کردن و کمردردهای کمتری رو گزارش دادن. ژنتیک هم خیلی موثره. ما الان میدونیم که انواع مختلف کلاژن یا بافت‌های دیسک وجود داره، یعنی کلاژن های قوی تر هست، کلاژن های ضعیف تر هست و این به صورت ژنتیکی ممکنه توی افراد با هم فرق داشته باشه. پس اگه کسی ژنتیکی دیسک قوی تری داشته باشه نشون میده که به مرور زمان با حرکات تکراری فلکشنی خیلی دردی توی بدنش حس نمیکنه، ولی افرادی که کلاژن های ضعیف تر دارن ممکنه احتمال بیرون زدگی دیسکشون بیشتر باشه که اینم ژنتیکیه. اما اگر فارغ از همه مسائلی که گفتم شما کسی هستی که توی خم شدن به جلو هر حرکت فلکشنی، حالا چه تو اون موقعیت بمونی چه در حین انجام اون حرکت، کمردرد میشی، یعنی کسی هستی که وقتی میشینی و پشتت رو گرد میکنی کمرت درد میگیره، از اون بدتر وقتی پشتت رو گرد میکنی و یک باری به مهره ها اضافه میکنی، مثلا با کشش دست‌ها رو به صندلی فشار میدی که روی مهرهات فشار بیاد و این درد کمرت بیشتر میشه. خب شما نسبت به فلکشن حساسی. بله، شما مدتی نیاز فلکشن انجام ندی، یاد بگیری چجوری از مفصل رونت استفاده کنی که کار کمرتو انجام بده. در روزمره کمرتو تو اون موقعیت نبری، تمرینات مناسب کمرت رو انتخاب کنی تا رفته رفته حساسیت کمرت به فلکشن کم و کمتر بشه و به مرور زمان این حساسیت از بین بره و شما مثل آدم عادی تا آخر عمرت بتونی هر وقت دوست داشتی خم شی و یه چیزی رو از روی زمین برداری.